باشه همینجا مونده بودم آخه هست آخه ساعتی ما همینجا بودم ساعت نه دست دارم نه پا دارم من حیرانم که ای خونه ما کی ساعت هم میگیره میروم رجب علی ایبرانی. السلام علیکم خدای توفه بونو. السلام علیکم. ما شما را باور کرده در خونه ما خدمتگار موندیم، صاحب نان و نمک کردیم، صاحب پول کردیم، صاحب مال کردیم، صاحب خونه کردیم، فرزندکان نازنین تا در مکتبای بهترین موندیم. امروز باشه در نان نمک ما توف میکنی ها؟ امروز باشه دزدی میکنی ها؟ تدا پول در کوره، تدا مال در کوره یک برگرد نمیزنی. ما برای تو مهیا کنم خدا جون که تو دزدی میکنی. ای بنا میدونی از انا کلام. دزدی؟ من دزدی نکردم. چه دزدی نکرده ای؟ ساعتی ما کجا شید؟ ساعتی قیمتی ما کجا شید؟ من نگرفتم بچه جان. ما عادت دزدی هم ندارم. فهمیدی؟ من مهنتی حلال که فرزندومم میخوام. تو دزدی نکرده کی دزدی میکنه؟ خونه ما یکون کسی دیگه نمیتونه غیر خدمت. ساعت دست پا نداره که یکون جا بروه. حتما تو دزدیدگی. برای همین گوش خدا جون. لباس جمع که خدا 2 مینوت وقت نباشی همینجا. شوست را بجم تیز. خوب شده. بجم تیز. سلام علیکم. السلام علیکم. حالا بار وقت است و کجا پای توفا؟ رجب علی من رو جواب داد. برای چی؟ نمیدونم کدوم ساعتش رو گم کرده از گوشم دزدید. اکا او ساعت رو برای تعمیر برده بودیم. راستی این ساعت تعمیر طلب بود، ما برای تعمیرش برده بودیم. شما گرفته؟ بله. فرخ جان خدا برکتتون از این زیاد کند. داروگیتون دوچند کند. خدا دستی کم رو نبینید. لیکن یک چی رو فراموش نکنید که وقتی که ما به خانه شما به کار اومدیم برای خدمتگاری ما دزد نیستیم. ما برای یک تکه نان حلال و مهنت حلال آمدم که فرزندانم رو خوریم. فرخ جان دزد هیچ وقت آمده در خانه شما خدمتگاری نمیکنه. هیچ وقت آمده مهنت حلال نمیکنه. دزد با پدر خودش خدمت نمیکنه. رجب علی